27 شعبان شعبان صاحب کل سلام صاحب کل خدای پاک امان و جلالت کجول ندانه خدای پاک کل ما شما را هدایت بده خود از رزق حلال رزق بده از زمین خداست هر میته خدای پاک از عذاب قبر از عذاب آخرت خدای پاک نگاه کنه هر کس هر کم دست خدای پاک حلال دانه برسه رزق برسه خدای اوی دلیگه هدایت کنه خدای پاک کل ما شما هدایت کنه توفیق کنه والی محمد جان ما در حرم هستم این گپا ما گفت ماشاءالله متواشد ریش ماندی تو هم اما سنت رو بجای کنی لیکن گپایت ما تو را دروغ نمیگم گپایت بشنه با من چی گفتی با چی می با من میگی بابر گفت با افغان فروخت با چیز خلزه فروخت و حال امروز بابر میگی که قاضی با خلزه فروخته بود قاضی پنجم این گپایت گفتی هماین با من چیز کلگیش همی خود بازی دادن است بازی نخواه بازی شیطان است و در امریکا که یک جزیره شیطانی بود چی کردن کلش خدا در این دنیا رسوا کرد کی بود این زمان آخر است این دنیا این رقم که میشه سعی که گپای تو ما هیچ اصلا این توقع را نداریم ما تو را مسئول گرفتیم تو را کشیدن قواله از شروع گرفتی قواله را چیز باز زمین کردی گفتی قواله بابیت هم پیش ما هست و رقم باش هم خوب نوشته کردی و هر کس هر یک معامله کردی خودت این اصل شریعت چی است و از 400 میپروشتی زمین خود میگویی یک جای فروخته میشه تو همون قصه یک بی‌اتفاقی است یک بابا معلوم بود که میگه بابا در بچه‌اش یک بسته چوب داد که میده کنید که وقتی که توته کرد هر کدامش هر سو شد باز یک تا کشید میده کرد که بی‌اتفاقی هم بود با همون چیز کردی ولی ما با او چیز نیست با شد میگفتی لیکن این روز خود گپای خود تصدیق نمی کنی گپای دیگر رقم میبره گیر خاص بر خودت سکری مال حرم بودیم و همین یک سال یک نیم سال از زمین جنجال شما خلاص شده بودیم باز دیگه همین قصه یوسف واری یعنی قصه زمین است میراث است لیکن این سبک نبینیم این بسیار چیز کلان است این گرفته کس حضم کرده نمیتونه پولم داده باشه این کس باید هم اگر چیز کنی امروز روز میگه که چی شد محمود میگه که تجارت شد این تجارت به شریعت بازی کردن بود لیکن هرچی بازی به شریعت بازی نمیشه خدای پاک با شما شویه لو سمحت بسم الله خدای پاک هدایت توفیق بده تا زنده باشی اینا ما به جای ما یک آدم باسته اینا فهمیدی همین بهترین آدم او است که خطای خدا درست کنه خدای پاک باز هم ما شما را هدایت بده باز هم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم شکایت میکنه یا الله رسول کسی که خطا کرده خطا شد الله رسول بخش خدا هدایت کنه کلی ما شما را هدایت کنه الله رسول كل ما شمنا هداية كن ومن الله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم